جامپ تراز خواهید داشت روز بعدش، درصدتون میره بالا. فکر کن به قول استادم تو رو در اتاق وا کردن، تو رو انداختن تو اتاق، درو بستن، گفتن که تو 2 هفته وقت داری هر چی میتونی یاد بگیری، بعد میکشیمت از این اتاق بیرون، دیگه نمیتونی بخونی. یه مسئله که کلا یادم رفت بگم، تحلیل آزمونه. من یه دوره بر ادبیات نگاه کردم، بعد این استاد چیکار کرد؟ اومد یه نکته اشتباه گفت. سلام، من حدیثم، خیلی خوش اومدید به ویدیو من. توی این ویدیو میخوام هر چیزی که در مورد کنکور و 20 گرفتن توی امتحان نهایی میدونم و باهاتون به اشتراک بذارم. خب یه مسئله‌ای که میخوام همتون بدونید و نقش حیاتی داره توی اینکه پشت کنکور نمونید و این کنکور بشه کنکور آخرتون، اینه که شما باید سر جلسه کنکور استراتژی داشته باشید. یعنی چی استراتژی داشته باشید؟ خیلی مختصر بهتون میگم. مثلا شما اولین نکته، همیشه یه ساعت مچی بندازید دستتون. یعنی سر هر آزمونی که میرید، قلمچی، گزینه 2، ماز، گاج، هر چیزی میرید سر جلسه، حتما یک حضوری برید. 2 یه دونه ساعت مچی بندازید دستتون که هی نگید حالا از مراقب میپرسم، از گوشیم نگاه میکنم، از ساعت دیوار نگاه میکنم. نه، یه دونه ساعت بندازید تو مچتون. دلیل داره. دلیلش چیه؟ میرید سر جلسه، اون صدای وحشتناک پخش میشه که خب داوطلبان عزیز دفترچه اول رو شروع کنید. همه با سرعت دفترچه از رو زمین بر میدارن، پاره میکنن اون نایلکس دورشو، بعد خب وا میکنن یا سوال اول. تو میری سوال اول رو نگاه میکنی، بعد استرس میگیری، قشنگ داری سکته میکنی، انگار نمیتونی بخونی، نمیتونی بفهمی. این استرس فقط اولشه. وقتی که بیفتی رو دور سوالا، دیگه انگار استرس دود میشه، میره رو هوا، که دیگه انگار تمرکزتون میره رو سوالا. خب حالا چجوری به همه سوالا برسم پاسخ بدم؟ چجوری بیشترین پاسخ درست ممکن رو بدم؟ شما 45 تا سوال زیست داری و مدیریت زمان داشته باشی. پس تو باید توی خونه تمرین کرده باشی. توی آزمون‌های جامعه‌ای که تو خونه میده قبل کنکور تمرین میکنی، یا همین آزمونایی که 2 هفته یه بار، 3 هفته یه بار الان میدی. برای چی داری میری آزمون بدی؟ برای اینکه کنکور رو تمرین کنی، برای اینکه سر کنکور هول نشی که نکنه من نرسم. خب تو سوال اول نگاه میکنی، میبینی که چند موردیه. منظورم از چند موردی چیه؟ منظورم اینه که خب میگه کدام مورد از چند مورد از موارد زیر نادرستند، درست نیستن. چند مورد، مثلا الف ب پ ت داره و مثلا گزینه‌هاش هم اینجوریه که 4 مورد، 2 مورد، 3 مورد و اینا. شما چند دور قرار این سوالا رو مرور کنید سر جلسه کنکور؟ فقط یه دور قرار نیست سوالا رو نگاه کنید. خب میگه حتما وقت نمیکنم، 45 تا سوال 45 دقیقه است. نه، وقت میکنه. دقت کن، توی دور اولی که سوالا رو میزنی، تو به سوالات چند موردی پاسخ نمیدی. یعنی انقدر چشت سریع میبینه سوال اول چند موردیه، دور سوالش کنارش یه دایره میکشی سریع، میره سوال بعدی. مثلا اون سوالی که 4 گزینه‌ای اوکیه اونا رو میزنی، یا اونایی که میگه کدام موارد درست است، تو گزینه‌هاش میگه الف و ب ج و د، اونا رو هم میشه جواب داد. اتفاقا خیلی راحت‌تر اونا رو هم تو دور اول میزنی. و چه سوالایی رو تو دور اول نمیزنی؟ تو الان برای چی داری آزمون میدی؟ برای چی داری تمرین میکنی؟ برای اینکه بفهمی تو چه مطلبی تو ضعیفی، تو چه مطلبی تو قوی. یعنی از بعد از عید که بگذره تو کم کم میفهمی که آقا مثلا من مسئله ژنتیکو به هیچ وجه نمیتونم جواب بدم. پس اینو کلا میدونی نمیتونی جواب بدی، یه دور ازش میخونی، ببین میبینی که آیا در حدی هست که میتونم جواب بدم یا نه. اگه واقعا نمیتونی جواب بدی و میدونی اگه وقت بذاری وقتتو هدر دادی، به خاطر غرورت وقتتو بذاری، قطعا وقتت هدر رفته. رو سوال اصلا یه ضرب در بکش، کنار سوال ضرب در بکش. مثلا سوالی که تو هیچ وقت تو آزمونا جواب نمیدی، کنار سوال ضرب در بکش که اصلا سرش نری و فقط سوالات 4 گزینه‌ای رو حل کن. و این مسئله رو قطعا تو ذهنت داشته باش که سوالات زیست ترکیبی هست. خب ولی مثلا یه سری سوالات هست مثلا کلا اون گیاه شناسیاشه. خب تو میدونی اونا مثلا 3 تا 4 تا ازش میاد. حالا هر چند تا که خب شما باید بدونید هر فصل زیست رو که میخونید از هر فصل چند تا تست قراره تو کنکور بیاد. 3 تا تست، 4 تا تست، 2 تا تست. اگه میاد تا الان توی کنکورهای سالهای گذشته چجوری اومده، احتمال داره توی امسال چجوری بیاد، اینا رو باید بدونید. تو این سری سوالا رو میدونی که میتونی جواب بدی، میدونی که اصلا این نقطه قوت توه، اونو پیدا میکنی میزنی. این تو دور اول اینجوری میگذره، چند موردیا رو رد میکنی، اونایی که میدونید نمیتونی جواب بدی یه دور ازش میخونی میبینی سخته، اونا رو رد میکنی، میرسه به سوال آخر.
خب دور دوم میای اونایی رو که روشون شک داشتی رو دوباره میخونی، یا اونایی که گفتی وقت میبره رو گذاشتی آخر دوباره میخونی. چرا؟ چون توی کنکور سوال سخت و سوال آسون امتیازشون یکیه. یعنی تو سوال سخت‌تر بزنی 2 امتیاز بده، نمیگم وای آفرین، نه، تو سوال ساده هم بزنی درصدت یکی میشه. باید بگردی سوال ساده رو پیدا کنی. توی زیست که 45 سوال تو حتما یه دور اول رو باید ببینی، حداقل تا نیم ساعت اول یه دور حداقل سوالا رو خونده باشی، جواب داده باشی. چند تا سوال عدد و شمار مونده باشه برای اینکه تو بخوای جواب بدی. از 8:30 تا 8:45 دقیقه تو وقتتو میذاری برای مرور، برای اینکه ببینی چه سوالایی مثلا شکدار بوده روشون، حالا مستطیل، مربع، دایره، دورش خط کشیده، هر کاری کردی اونا رو بری سراغش، یا اینکه نه مثلا سوال سختایی که به نظر وقتگیر بوده رو بری سراغش. یعنی تو باید برنامه ریزی داشته باشی سر جلسه، نگی وای نرسیدم چرا نرسیدم. یعنی تو باید بدونی در هر دقیقه از آزمون سوال چند باید باشی، باید انقدر مسلط باشی. این باعث میشه تو خیالت راحت باشه، آرامش داشته باشی، حواست باشه همه چی تو برنامه پیش بره. یه مسئله مهمی که میخوام بهتون بگم اینه که شما باید بدونید که چند تا سوال درست میتونید جواب بدید. شما با توجه به آزمون هایی که میدید، حالا گزینه 2 قلمچی هرچی، یا مثلا اون نمونه کنکورایی که قبل از آزمون خود کنکور زدین، شما باید بدونید که به طور متوسط توی زیست مثلا 15 تا سوال درست جواب میدید، 20 تا سوال درست جواب میدید، 25 تا سوال درست جواب میدید، 30 تا. باید بدونی و چند تا سوال امکان داره غلط بزنی. مثلا 8:30 شده، ساعت 8:30 شما مثلا یه دور سوال تو خوندی، یه دور میشماری ببینی چند تا درست زدی، چند تا مطمئنی، چند تا رو به اون حد نصابی که تو ذهنته، به اون توانایی که تو ذهنته رسیده. نه اینکه بیا کمالگرایی انجام بدی، سوالات غلط رو بزنی، همون درستاتو بسوزونی بیفتی پایین. نه، سعی کن مثلا میبینی که اوکی تا اون حد نصابت زدی و میدونی که انقدر زدی درصدت مثلا فلان میشه، تو از اون درصد راضی هستی. خب بعد میبینی که بقیه‌شو شک داری و ازت خواهش میکنم شکدارا رو نزن که بعدا چوبشون میخوری. تو با این استراتژی که داشته باشی، نگی نمیکنم، نگی وقت میگیره، بابا دیگه میخوای یه دونه اینجوری کنی دیگه، خط میخوای بکشی کنارش. خیلی تاثیر داره روی مدیریت زمان تو کنکور تو مدیریت زمان توه. تو اون تایم رو بهت دادن، دفترچه بهت دادن، بعدش ازت میگیرنش. خب بعد میریم سراغ دفترچه دوم چی میشه؟ میشه فیزیک و شیمی. خب در مورد فیزیک و شیمی بهتون بگم که آقا شما چند دقیقه وقت دارید برای اینکه جفتشو جواب بدید با هم. حالا بعضیا نقطه قوتشون فیزیکه، بعضیا نقطه قوتشون شیمیه. حالا برای من نقطه قوتم فیزیک بود بیشتر. کلا تو هر آزمونی که میزدم مثلا شیمیمو درصد کمتر میزدم، اینا رو درصد بالا میزدم، فیزیکو خیلی درصد بالا میزدم، شیمی رو کمتر. و باید بهتون بگم که کلا بچه‌ها کسایی که تو فیزیک ضعف دارید، من توی ویدیو قبلی متوجه شدم که خیلی روی فیزیک ضعف دارن. کسایی که رو فیزیک ضعف دارید بدونید که فیزیک درسیه که نسبت به شیمی، نسبت به زیست، نسبت به ریاضی سوالهای کمتر سخت‌تری رو ازش طرح میکنن. مثلا سوالا رو نگاه میکنی خیلی شباهت بیشتری داره به مثلا تمرینای کتاب نسبت به درسای دیگه. پس سعی کنید فیزیکتون رو تقویت کنید. و وقتی که من 12 بودم و کنکور دادم یه اشتباهی کردم، این بود که به آخر فیزیک نرسیدم، کلا به استراتژی نداشتم. مشکل این بود کسی به من توضیح نداده بود، استراتژی نداشتم، نرسیدم به آخر فیزیک، نرسیدم به آخر زیست. و حواستون رو جمع کنید. مثلا زیست شاید خیلی کم اینطوری باشه که اون طراح بخواد سوالات سخت رو بذاره اول که وقت تو رو بگیره. بعضی از قصد این کارو میکنن که مثلا حتی تعادل روانی شما رو به هم بزنن تو استرس بگیری. خب ولی توی فیزیک قطعی اینطوریه که توی سوالات اول سوالات سخت و وقتگیری، نمیگم سخت، اکثرا وقتگیر رو میذارن. مثلا اکثرا توی کنکور سوالات اول حرکت شناسی میذارن. نگیم فرق میکنه برای مثلا ترتیب من با بغلیم، نه فرق نمیکنه، ترتیب گزینه ها فرق میکنه که شما نتونید به هم دیگه برسونید، که فکر نکنم کسی تو کنکور به کسی دیگه برسونه. اوکی، پس لوپ کلام اینه که اول سوالات سخت رو برای شما میذارن که وقتتون رو بگیرن. برای من مثلا سوالات حرکت شناسی سوالات اول بودن، 4 تا سوال حرکت شناسی بود که خیلی وقتگیر و طولانی بود. شب قبلش مشاورش به من گفت حدیثه
تو مثلا 4-5 بیشتر یه سال خورده حرکت شناسی کار کردی، تو 1000 تا خیلی بیشتر، 1000 تا فقط تو کتاب جامعه خیلی سبز بود، خیلی بیشتر تست حرکت شناسی زدی. نبینم مغرور بشی سر جلسه وقت تو اول بذاری روی اینا. تو اولویت داری، تو میتونی چیکار کنی؟ استراتژی انجام بدی. اول از روی سوالات حرکت شناسی بپر. بعد نکته مهم اینه که کنکور ریاضی قبل کنکور تجربیه. شما کنکور ریاضی رو میبینی که اوکی وقتگیر بوده سوالای اول، پس منم حواسمو جمع میکنم وقتم گرفته نشه، میخونم از روی سوال آسون باشه میزنم، ولی میبینم که وقتگیره نمیزنم. چرا؟ چون مخصوصا توی فیزیک سوالای خیلی آسون هم هستن و میفته آخر سوالا. یعنی من یادم کنکور خودم فیزیکو که رسیدم سریع رفتم ته سوالای فیزیک. چرا؟ ته سوال فیزیک برای تو تبدیل واحد میاره، چگالی میاره، فشار میاره. یعنی یه سوالای خیلی ساده حتی از فیزیک 11 میاره، سوالای حفظی خیلی ساده برات میاره. فیزیک درسیه که هم حفظی داره هم مسائل حل کردنی داره. مسئله اینه که مثلا توی شیمی تو میدونی که هم باید حل کردنی بخونی هم حفظ کردنی، ولی تو فیزیک هم دقت کن. تو فیزیک بچه‌ها حتما حفظیاتو بخونید. مثلا فصل آخر 12تون کاملا حفظیه و قطعا ازش سوال میاد. یه سری چیزایی که میدونید میاد، میدونید ساده میاد و ازش نگذرید، نبینم حذف کنید اینا رو. بهتون امتیاز میده، شما رو میکشونه بالا. من خودم رفتم از ته شروع کردم فیزیک اومدم اول، یا اول رفتم طیاره زدم که خیالم از سوالای آسون راحت باشه، بعد اومدم وسط. بعد یه مسئله‌ای که هست، دفترچه دوم خیلی روش چالش دارن. چرا؟ چون 2 تا درسه، تو خودت باید تایمتو مدیریت کنی. 100 خورده دقیقه دقیقاً یادم نیست، 120 دقیقه 110 دقیقه بهت وقت میدن برای 2 تا در واقع درس فیزیک و شیمی. خب حالا تو وظیفت چیه؟ وظیفت اینه که سر آزمونایی که الان داری میری قلمچی آزمون میدی یا مثلا تو خونه تمرین میکنی، سر این آزمونات نگاه کن ببین مثلا رو کدوم تبحر بیشتری داری، کدومو میتونی سریع‌تر جواب بدی، اصلا رو کدوم ضعف بیشتری داری، رو کدوم میتونی سرمایه گذاری بیشتر کنی، وقت بیشتری بذاری. مثلا من میخواستم رو شیمی وقت بیشتر بزنم، چون طبیعت سوالای شیمی اینه که خیلی طولانیه. یعنی همین که بخوای تو سوالو بخونی اکثر تایمت رفته. پس حواستون باشه. مثلا برای من اینجوری بود که اول فیزیکو حل میکردم میرفتم بعد شیمی رو. چرا؟ چون نمیخواستم و اون وقت رو بزنم که ورق بزنم برم شیمی رو پیدا کنم بزنم زمین، یا اینکه مثلا این ریسک رو نمیخواستم بپذیرم که امکان داره من وقتی که دارم شیمی رو جواب میدم، چون اول فیزیک بوده، یهویی من بیام اشتباهی اون پاسخنامه رو پر کنم چی، اینو میترسیدم. سر همین اول فیزیک رو جواب دادم، چون فیزیک رو میشه خیلی سریع و تون جواب داد و بعد رفت سراغ شیمی. بعد میدونید من مثلا شیمی اون درس سخته بود، بعد وقتی که ادامه زمانم برای شیمی بود من خیالم راحت تر بود. شیمی هم تکلیفش مشخصه، عین زیست. اون چند موردی ها رو بذارید برای دور دوم، نمیگم بذارید آخر بمونه، بذارید برای دور دوم. اول 4 گزینه یا اونایی که میدونید درست قشنگ میتونید جواب بدید، نمیدونم جدول تناوبی و دیگه مثلا سوالای خیلی آسونی که میاد اونا رو برید حل کنید، بعد برید چند موردی. و مسئله‌ای که خیلی ناراحت کننده است اینه که هر سالی که میگذره ما شاهد این هستیم که سوالات چند موردی شیمی داره تعدادش میره بالا. این حواستون باشه. باز دست خودتونه که قلق خودتون دستتون بیاد. چقدر میخواید جوین تایم بذارید، چقدر میخواید جوین تایم بذارید. یاد بگیرید که یک دور فقط سوالا رو نگاه نکنید، ته دورش هم نرسید به آخر. 2 دور نگاه کنید که سوالای ساده رو پیدا کنید بزنید. آخر کنکور رو نرید بیاید بیرون ببینید که ته دفترش سوال آسون بود من نرسیدم از دست دادم. نه، این اتفاق براتون خدای نکرده نیفته. خب دفترچه بعدی میریم سراغ چی؟ ریاضی و زمین شناسی. بچه‌ها دوستان عزیزی که زمین شناسی رو حذف میکنید، نکنید این کارو. ببین مثلا تویی که داری میای کنکور بدی، عزیز دل 500,000 نفر شرکت کننده تجربی داری. تو اگه یه درسی رو 37% میزنی، انقدر اینه تو 37% میزنن. تو اگه یه درسی مثلا 58% میزنی، انقدر اینه تو 58% میزنن. تو یکی رو پایین میزنی، یکی رو بالا، یکی اینو بالا میزنی، یکی پایین. یعنی شما 2 تا عین هم میشید.
چیزی که باعث تفاوت بین شما میشه اون زمین شناسیه میشه. ازش ساده نگذارید، نگید ضریبش کمه، ضریبش یه دونه از فلفل نبین چه ریزه، تاثیر داره روتون. و بچه‌ها چیز سختی نیست، اصلا درس سختی نیست. مثلا من خودم از زمین شناسی متنفر بودم، به نظرم خیلی درس نچسبی بود، خیلی حفظی بود، ولی از عید به بعد فکر کنم روزی 1 ساعت زمین شناسی خوندم. از عید به بعد که روزی 1 ساعت خوندم، تازه مثلا همون 1 ساعتی که وقت گذاشتم کتاب تستم مهر و ماه گرفتم، فکر کنم بهترین کتاب زمین شناسی باشه. همون تستای 7 فصلش رو زدم و ببین تستای 7 فصلش من چقدره، فکر کنم 40 تا سوال، همچین 50 تا 60 تا تاش کمه. خب و اینطوریه که اوکی، فقط شما زمین شناسی هر روز 1 ساعت بشین از روش بخون که این چشت هی کلماتو ببینه، رمزای عجیب غریب برای حفظ کردن کلماتش بذار. میری سر جلسه میبینی همه چی از کتابه، بعد میگه حالا اینم یه روخونی میکردم بعد نبود، روخونی نه، بشین رمزای عجیب غریب بذار حفظش کن که این پس ذهنت بمونه، که حیف نشه اون سوالی که میتونستی جواب بدی. اوکی؟ خب توی دفترچه دوم چیه؟ ریاضی و زمین شناسی. کدوم اول بزنم؟ قطعاً زمین شناسی رو اول میزنم. چرا؟ چون ریاضی ضریبش بیشتره، تعداد شرکت کننده‌هایی که ریاضیشون تو تجربه ضعیفه زیاده. خب تو باید اینجا اگه متوسطی، اگه ضعیفی، اگه متوسط رو به بالایی، تو باید اینجا زمانتو مدیریت کن. اول چیکار میکنی؟ اول میای زمین شناسی رو میزنی. زمین شناسی 15 تا سوال تو کنکور. ببین تو قرار نیست 15 دقیقه روش وقت بذاری. ببین 4 دقیقه 5 دقیقه میشه. جواب دادن زمین شناسی تو کنکور برای تو 4 5 دقیقه میشه. یعنی کمتر هم شاید. یعنی انقدر سوالاش کوتاهه همین میشه. تو 2 دور بخونی میشه 5 دقیقه. پس وقت تو بذار روش. اول زمین شناسی رو میزنی، حالا 6 دقیقه 7 دقیقه هم شد اشکال نداره. نمیشه، میدونم، بخونید سریع جواب میدید. زمین شناسی که تموم شد شما میرید سراغ ریاضی، یعنی کنکور دیگه تموم شد، یعنی کلا شما زمینتونم زدید، تنها درسی که مونده ریاضیه و شما یه عالمه تایم دارید برای اینکه سوالای ریاضی رو جواب بدید. و توی این لحظه سر جلسه کنکور چه اتفاقی میفته؟ میبینید که همه آروم آروم دارن بلند میشن میرن بیرون. چرا؟ خسته شدن. چرا؟ سیاه لشکرن. چرا؟ چون میخوام برم پیام نور، چون هیچی قبول نمیشن. همچنین آروم آروم همه میبینی دارن بلند میشن میرن. توجه نکن به اونا. تو کلا با اینا داستانت فرق داره. اوکی؟ اینا به هیچی نمیشن. میشینی سر جلسه، میشینی سر ریاضی، یه نفس عمیق میکشی، یه آبی میخوری، وقت نداری یا خب دارم کلی عرض میکنم. خب میای چیکار میکنی؟ شروع میکنی ریاضی تو. ریاضی چجوریه؟ ریاضی اینجوریه که حتی اگه سوالی سخته تو از یه جایی شروع کن به حل کردن، میرسی به جواب. ریاضی چیه؟ ریاضی یه مهارت، همونطور که تو ویدیوی قبل گفتم، ریاضی یه مهارتی که باید تمرین بشه. یعنی این دست تو باید راه بیفته، یعنی تو نفهمی این دستت بنویسه، دست بره، این دست باید برای ریاضی راه بیفته، بنویسه برای خودش، تو نفهمی چی شد. گرفتی؟ یعنی اینقدر باید ریاضی تمرین کنی که اینجوری بشه. کلا چیزایی رو که میگم آویزه گوشتون کنید، این کمترین چیزیه که شما باید بدونید. خب توی پست قبلی شما راجع به این صحبت کرده بودید که اوکی من چه جوری هستم بخونم، من نمیرسم به آزمونم، من چیکار کنم، اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. خب ببینید یک داستان کلی میخوام بهتون بگم. یک، اگه دانش آموزی، این که مثلا بیای قلمچی یا گزینه 2 بدی، این تصمیم بین خودته، یکشو میتونی بدی. ولی اگه پشت کنکوری، مثلا آزمونی مثل گزینه 2 برای تو انتخاب خیلی خوبی نیست. چرا؟ چون 3 هفته یه باره. من راجع به کیفیت آزمون صحبت نمی کنم، راجع به زمان صحبت می کنم. 3 هفته یه باره، قلمچی 2 هفته یه باره. چه اتفاقی میفته؟ کسی که پشت کنکوره برای گزینه 2 خسته میشه، حوصله‌اش سر میره، اون وسط تو تنبلی میکنه، تلاشی که باید رو نمیکنه. چرا؟ چون 3 هفته وقت داره. ولی قلمچی 2 هفته وقت داری، باید بجنبی به خودت. خب چه جوری میخونی؟ مثلا تو آدمی هستی که قلمچی داری، یا مثلا هر آزمون دیگه که 2 هفته‌ایه. من خودم گزینه 2 میدادم، نمیگم گزینه 2 بده. خب قلمچی 2 هفته‌ایه. شما در شروع هفته اول هستی میخوای برای آزمونت بخونی. هفته اول رو اکثرا زمان میذاری برای یاد گرفتن، یا من یاد بگیرم که این سوال رو جواب بدم، این چرا جوابش این میشه، دنبال چرایی میگردم، دنبال یاد گرفتن میگردم، دنبال کلاس رفتن میگردم، دنبال ویدیو دیدن میگردم. نمیگم برید ویدیو ببینید، این دست خودتونه. خب البته ویدیو هم همون کلاسه،
ولی بستگی به زمانش داره. اوکی؟ خب پس هفته اول بیشتر میذارم روی یادگیری، نه اینکه تست نزنم. چرا؟ روزی 100 تا دارم تست میزنم. حواست به این قضیه هستش؟ تستات پایین نیادا. کنکور تسته. تو تست زدن رو تمرین نکنی چیو میخوای تمرین کنی؟ تهش اینه که بلد نیستی، تست رو میزنی، میری پاسخنامه رو میخونی، یه چیزی از پاسخنامه یاد میگیری. یعنی تا این سوالو یاد نگرفتی که چرا جوابش میشه این، نمیری سوال بعدی. اوکی؟ یعنی هفته اول زمان توه برای یاد گرفتن، هفته دوم زمان توه برای یاد گرفتن به اضافه تست خیلی بیشتر زدن. این هفته دوم شما خیلی تستا رو خیلی بیشتر میزنید، کتاب تستاتون رو اون قسمتی که تو آزمون میاد و تستاشو تکمیل میکنید و تمام. مسئله‌ای که من میخوام به شما بگم چیه؟ اینه که ببینید پنجشنبه که میشه، مثلا جمعه شما آزمون دارید، پنجشنبه و چهارشنبه شما وظیفت چی برای آزمون؟ من میدونم که خیلی‌ها نمیدونن این قضیه رو. وظیفت اینه که مثلا توی تلگرامی کانال هست به اسم آزمون‌های آزمایشی. شما چیکار میکنی؟ میری توی اون کاناله، چیکار میکنی؟ سرچ میکنی قلمچی، مثلا میری بالا، همچین میری بالا میری بالا میری بالا میری بالا میری بالا، برسی به قلمچی پارسال همین موقع، قلمچی که دقیقاً همین مباحث رو آورده، همون طراحان مورد نظری که فردا میخوام به تو سوال بدن پارسال از این مبحث چه جوری نظر دادن، یعنی کدوم قسمت براشون مهم بوده. این برید انجام بدید، قطعا برید انجام بدید. یعنی روز قبلش پنجشنبهش بشینید اون آزمون حالا دانلود کنید، میرید کپی میکنید، برید کپی کنید، کپی نمیکنید تو گوشی بزنید، حلش کنید و ببینید یه جامپ تراز خواهید داشت روز بعدش، درصدتون میره بالا. اینا هم نره بالا، شما کلی به علمتون اضافه شده، کلی کیفیتتون رفته بالا. پس اینا رو مد نظر قرار بده. من خودم همیشه این کارو میکردم، نه تنها این کارو میکردم بلکه ببینید من برنامه قلمچی خودمون رو داشتم رو دیوار اتاقم. خب مثلا برنامه قلمچی پارسالم تو گوشیم داشتم که ببینم پارسال چیه، سهله، پیارسال و سال قبلش و اینا رو میرفتم مثلا، حتی اگه وقتم نداشتم، حتی اگه حوصله‌ام نداشتم، قطعا پاسخنامه زیستش رو روخونی میکردم. یه تست میبینی میگی اوه، میری مینویسی، میری یه جا مینویسی که یادت بره، یادت بمونه. فردا سر جلسه مشابهش رو میبینی، حداقل اینی که میفهمی یه جای مهمه، میری روی کتابتو میخونی و فردا میفهمی که اوکی من نتیجه گرفتم، خیلی مفید بود. پس این کار رو انجام بدید. کار دیگه که میکردم این بود که مثلا حتی گزینه 2 مثلا با توجه به این بودجه بندی اینو چجوری سوال داده، میرفتم اونم حل میکردم. یعنی تو کنکور یعنی تست دادن، کنکور یعنی آزمون حل کردن، کنکور یعنی اینکه تو باید تست دادن و آزمون حل کردن رو تمرین کنی برای خودت. پس همه اینا رو مد نظر حتما قرار بده. و روز قبل آزمون حواستون باشه که باید چیکار کنید. باید حفظیات اون بارونبندی رو بر خودتون، بارونبندی میگم، حفظیات اون قسمت که توی آزمون میاد رو برای خودتون مرور کنید. یعنی مثلا کتاب وا کنی، رو کتاب بخونی یه دور، یا مثلا اینکه نکاتی که از تست حل کردی اون نکات رو بیشتر دوباره حل کنی. مثلا مشاور من میگفت تستای علامت دار تو از روی کتاب تست برو اونا رو یه بار دیگه بزن، مرور کن. من اکثر اوقات یا وقت نمی‌کردم یا حوصله‌ام نمی‌کشید. ببین جدا از این که بیای تو مثلا بر یک دیگه رو بزنی، مثلا توی ویدیو قبلی هم گفتم ماز خیلی شبیه قلمچی. شما اگه بیای مثلا ماز رو یه دور بخونی، زیستاز رو مثلا پاسخنامه زیستش رو یه دور بخونی، برای فردا توی قلمچی خیلی مفیده. یعنی تو ببین تو این 2 هفته‌ای که برای آزمون داری، فکر کن که کنکورته، فکر کن به قول استادم تو رو در اتاق وا کردن، تو رو انداختن تو اتاق، در رو بستن، گفتن که تو 2 هفته وقت داری، هر چی میتونی یاد بگیری، بعد میکشیمت از این اتاق بیرون، دیگه نمیتونی بخونی. یعنی فکر کن مباحث کنکوری تو همون مباحث همون 2 هفته، با جون و دل همون 2 هفته رو بخون. بچه‌ها من منابع خودم رو بگم، منابعمو میخوام بهتون بگم. ببینید یه سریاتون نوشته بودی که تو چند منبعی بودی، تو یک منبعی بودی، تو ویدیو نگاه می‌کردی. ببین همه اینا بستگی به خودتون داره، ولی هممون میدونیم که چند منبعی بودن خوب نیست، بقچه‌ای درس خوندن خوب نیست. مثلا اینه که تو یه کتاب تست رو می‌خری، تا زمانی که همه تستاشو نزدی و یه دور نخوندیش، نباید بری کتاب تست بعدی. مثلا اگه کسی 10ام، 11ام و 12مه، نباید بره مثلا یه کتاب دیگه هم بخره. میدونید منظورم چیه؟ کافیه همون یک کتاب تستو خیلی عالی زدن، نره یه چند تا دیگه بخره.
من چرا چند تا یه عالمه کتاب داشتم؟ چون یه سال پشت کنکور موندم و این باعث شد که خیلی کتاب تست بزنم، یعنی جامعه هامم تموم شه برم اصلا پی دی اف کتابا رو دانلود کنم چند تا کتاب دیگه هم بزنم. خب پس بستگی به این داره که پشت کنکوری یا اینکه در چه سطحی هستی، یا اینکه دهم هستی، 12 هستی، 11 هستی. و کسایی که میگن وقت نمی‌کنیم، شما اگه میخوای اگه میخوای ویدیو ببینی 2x ببین، سریع ببین. خب قرار نیست 4 ساعت این مجسمه اینجوری بشین ببین استاد چی میگه. اصلا اینقدر منفعل نیست، تو داری مینویسی، قبل استاد داره سوال حل میکنه، تو خودت باید یادگیری فعال داشته باشی. منابع من جداگونه بگم، ببینید وقتی که دهم بودم تک پایه هر درس خیلی سبزشو داشتم. وقتی که 11 بودم تک پایه هر درس خیلی سبزشو داشتم، به جز شیمی که آیکیو داشتم، آیکیو نه مبتکران داشتم ببخشید. وقتی که 12 بودم فیزیک فقط تک پایه گرفتم، خیلی سبز فیزیک، 2 جلدی هم بود، خیلی هم کتاب خفنی برای 12 بود. خب جامعه آیکیو زیست رو گرفتم، با شیمی هم جامعه خیلی سبز رو گرفتم. بعد سالی که پشت کنکور موندم مثلا برای زیست دوباره جامعه پینوکیو رو هم گرفتم، نمیدونم شیمی آیکیو جامعه هم گرفتم چون یه دونه جامعه خیلی سبزم داشتم، یعنی اینا رو هم گرفتم، داشتم تستاشو میزدم. خیلی هم پایه 12 بودن و میگفتن که ما وقت نمی کنیم که مثلا درس بخونیم، تا ساعت 2 مدرسه ایم، تا ساعت 1 من مدرسه ایم. خب منم دقیقا همینجوری بودم، تا ساعت 1 مدرسه بودم، مسیر مدرسه‌ام تا خونه دور بود، 3 میرسیدم خونه، تا 4 ساعت 4 تازه من شروع میکردم به درس خوندن. و خب شما وقتی که مدرسه میری خارج از تایم مدرسه مثلا 6 ساعت 5 ساعت بخونی اوکیه، تو 7 ساعت بخونی که ترکوندی و خودت هم ترکیدی. من یادم یه بار 7 ساعت خوندم قشنگ یه جنازه ازم باقی مونده بود. اوکی، پس این از تایم مدرسه. و اینکه من توی تایم مدرسه هم درس میخوندم، توی راه مدرسه تو سرویس تست میزدم، یا مثلا توی تایم ورزش میپیچوندم درس. من نمیگم ورزشتون رو بپیچونید، اگه مدرسه خوبی باشه میتونید مثلا اون کلا ورزش رو بردارید، مدرسه ما کلا ورزش نداشتیم. و اینکه راجع به عمومی‌ها هم بگم بهتون، بچه‌ها درس عمومی که توی کنکور نمیاد ولی توی امتحان نهایی خیلی تاثیر زیادی داره روی نتیجه‌ای که میگیرید. ببینید اگه زبانتون قویه، خب شما همینجوری برای خودتون دارید در طول روزمره آهنگ گوش میکنید انگلیسی، خب این خیلی زیاد تاثیر داره روی لیسنینگ شما سر جلسه. بچه‌ها زبان درسیه که ضریب خیلی بالایی داره و ببینید ترازتون رو میچسبونه به سقف. برای من تراز زبانم منو برد رو هوا. اوکی، یعنی شما اگه بتونید زبانتون رو 20 بشید معجزه میکنه، چون بچه‌ها نمیتونن، بچه‌ها اکثرا مثلا زبان و لیسنینگش رو نمیتونن. سر جلسه میگن نمیشنویم، حالا عروس نمیتونه برقصه میگه زمین کچه، اون مثلا بلندگوشون خوب نبود، نزدیک من نبود، اینجور مشکلات پیش میاد. ولی تو اگه قوی باشی میتونی. خب پس اگه زبانت قویه که هیچی، زبانت اگه قوی نیست از امروز شروع کن برای تقویت لیسنینگت، مثلا آهنگ گوش کن، یا مثلا هی کلماتو بشنوی، تو ذهنت کلماتو تفکیک کنی، مثلا لیریکس آهنگ نگاه کن برای خودت. یا اینکه مثلا به نظرم زبان تنها درسیه که تو شما اگه پشت کنکوری بهتون پیشنهاد کنم از الان بخونید، ولی درس‌های عمومی دیگر از عید بخونید. مثلا دینی کاملا یه درس حفظیه و خب ضریب خیلی بالایی داره، تاثیر خیلی بالایی داره و شما به راحتی میتونید نمرتون خیلی کم بشه یا زیاد. دینی خوندن چجوریه؟ اینجوریه که تو مو به مو یه کتابو حفظ باشی، یه وعد جا نذاری، چون همینم مصحح اشتباه میگیره. پس زبانو از همین الان و حتی کسایی که قوی هستید بخونید، یکم وقت بذارید. خب ولی از عید مثلا دینی رو شروع کنید که حفظیه، ادبیات رو شروع کنید که حفظیه. ولی عربی بچه‌ها یه مسئله هستش که بخوام بهتون میگم، عربی سوالایی که طرح می‌کردن توی سالهای قبلی اینجوری بود که عین متن کتابو می‌ذاشتن جلو، تو معنیشو می‌نوشتی. ولی سالی که من نهایی دادم اومدم سر جلسه چرا این فرق داره، یعنی ببین تک تک کلمات جمله رو تغییر داده بودن، مثلا فعل رو تغییر داده بودن، نحوت رو تغییر داده بودن، بعد کلا همه چیشو تغییر داده بودن و که خیلی اشتباه کردن، اومده بودن همون چیزی که حفظ بودن نوشته بودن، اصلا به این دقت نکرده بودن. ولی تو در حقیقت تو باید گرامرت قوی باشه. اوکی، باید گرامر عربیت قوی باشه که بتونی اینا رو جواب بدی و بنویسی. برای عربی دقت خیلی بالایی رو به خرج بدید بچه‌ها.
من توی ادبیاتم توی سال 12ام یه اشتباه بزرگی کردم. اومدم دوره یه استاد ادبیات رو نگاه کردم، خب برای اینکه مثلا ببینم که چجوریه. ولی شما نگاه نکنید دوره برای عمومی ها، نگاه نکنید مثلا اگه زبانتون خیلی ضعیف بود، وگرنه دوره نگاه نکنید برای عمومی ها مخصوصا. من اومدم یه دوره بر ادبیات نگاه کردم، بعد این استاده چیکار کرد؟ اومد یه نکته اشتباه گفت. بعد من خودم همون لحظه گفتم این داره اشتباه میگه، قطعا اشتباه داره میگه، ولی چون به حساب اینکه استاده و این یک مؤسسه معروفیه، گفتم نکته اینو تو ذهنم نگه میدم و رفتم سر جلسه. دیدم دقیقا همون اومد. این چیه؟ دیدم دقیقا همون اومد و تو یه دوراهی رو افتادم که ببینم من 12 سال ادبیات خوندم، آیا به حرف عقل خودم گوش کنم یا اونی که دبیر یه مؤسسه معروف بوده؟ به حرف دبیر و مؤسسه معروف گوش دادم، نوشتم، ازم نمره کم شد. پس نکنید این کار. رو اصول همه چیز رو یاد بگیرید. و یه مسئله که کلا یادم رفت بگم، تحلیل آزمونه. من خودم صادقانه بگم همش تنبلی میگرفت برای اینکه تحلیل آزمون کنم، سرسری تحلیل آزمون میکردم. دارم به عنوان یک دوست بهتون میگم عزیز دلم، تحلیل آزمون کن، آزموناتو تحلیل کن. چجوری تحلیل کنم؟ ببین تو صبح جمعه میری آزموناتو میدی، بعد برمیگردی خونه، حالا مثلا 1-2 ساعت 3 ساعت استراحت میکنی، بعد باید بیای سر تحلیل آزمونه. تحلیل آزمون چجوری باشه؟ چیکار باید بکنیم؟ ببینید یه برگه آچار برمیداری، مینویسی آزمون مثلا فلان 5 آبان فلان. سوال 1. خب درست زدم، هیچی. آیا نکته جالبی داره؟ این جالبه، تو دفترم مینویسمش، تو کتابم مینویسمش. دور این کلمه رو خط میکشم. خب سوال 2. غلط شد که. چرا غلط زدم؟ من که اینو میدونستم. چی باعث شد غلط بزنم؟ باید من جلوی این 2 که نوشتم بنویسم چرا غلط زدم. خب به این کلمه دقت نکردم، از به بعد دقت میکنم. این کلمه رو اشتباه دیدم، خیلی تون خوندم، از به بعد انقدر تون نمیخونم. سوال 3. چرا غلط زدم؟ چرا غلط زدم؟ چرا نزدم؟ اینا رو از خودتون بپرسید. چرا؟ یعنی یه برگه آچار از سوال 1 تا 100 خورده ای. برای چی میری آزمون میدی؟ اگه تحلیل نمی کنی برای چی میری آزمون میدی؟ برای کی آزمون میدی؟ آزمونت به چه دردی میخوره؟ داری میری که 1 استراتژی تو تمرین کنی، کنکورت رو تمرین کنی، 2 نکته داره اون و تو بلد نیستی اون نکته رو بگیری، تو یه نکته هم یاد بگیری، یعنی اون تایمت مفید بوده. پس بدون تحلیل از آزمونتون نگذرید بچه‌ها. دونه دونه سوالا رو تحلیل کنید، هی هم سر بزنید به کتاب. اگه حال ندارید، حوصلتون نمیگیره، مثلا یه قهوه بخورید. اگه حوصلتون نمیگیره درس بخونید، مثلا من حوصله‌ام نمیگرفت درس بخونم، چیکار می‌کردم؟ جامو عوض می‌کردم. همونجا تو اتاقم پشت میز نمی‌شستم، رو تخت دراز می‌کشیدم، رو زمین دراز می‌کشیدم، میرفتم رو اوپن می‌شستم. من چقدر رو اوپن درس خوندم. حتی زیر میز غذاخوری، روی مبل، اینور اونور، پشت بوم. من چقدر میرفتم کلید پشت بومو میگرفتم از مدیر ساختمون. پشت بوم چقدر من پشت بوم درس خوندم. پارکینگ، حیاط. یکی از روشی که من استفاده میکردم، جامو عوض میکردم اگه دلم نمیخواست درس بخونم. دومی روشی که استفاده میکردم و هنوزم استفاده میکنم برای درس خوندنم، ویدیو میگیرم از خودم. یعنی گوشیو میذارم جلوم، درس میخونم. بعد هی وقتی که میخوام شیطونی کنم بپرم، اما اینکه از گوشیم داره استفاده میشه، یعنی هیچی نیستش که من بخوام برم بازی کنم، پیام چک کنم، اینستا چک کنم. گوشی داره استفاده میشه. بعد هی نگاه میکنم، من داشتم درس میخونم. خب پس این دومین کاریه که من وقتی حوصله نداشتم میکردم. و یه کار دیگه ای که اکثرا بچه‌ها میکنن اینه که چیزی میخورن، یعنی باعث میشه که دهنم بجنبه، این باعث میشه که من بتونم بخونم. به خاطر همین من خیلی وزن اضافه کردم سر کنکور. ولی میارزه بچه‌ها. شما وزن اضافه کنید بعدش کم میشه، میارزه. خب مثلا یه چیز خوشمزه میخوردم، مثلا به امید این چیز خوشمزه‌ای که دارم میخورم درسمو میخوندم. یعنی فقط بخونید، فقط آدم به خوندن ادامه بده. یعنی یه کاری میکردم که شما نکنید، کار بدیه، آهنگ گوش میکردم موقع درس خوندن. همین الانم این کارو میکنم. این آهنگ بهم انرژی میداد، درس رو میخوندم. یعنی فقط
اون تها که اصلا نمیخواستم درس بخونم این کارو میکردم. این فقط بشینم بخونم. صبحایی که بیدار میشدم یه آهنگ میذاشتم، اول گوش میکردم، انرژی میرفت بالا، بعد درس میخوندم. قهوه میخوردم، انرژیزا میخوردم. ها بچه‌ها، بعد ویتامین سی تون فراموش نشه توی سال کنکور، ویتامین دی تون فراموش نشه. برید یه آمپول به کمپلکس بزنید. قرص امگا 3 فراموش نشه هر روز بخورید. بعد مثلا شما میتونید تخم قاپس هر روز برای صبحونه بخورید که هم سیر نگهتون میداره، هم کولین داره و باعث باهوش شدن شما میشه. اینکه آزموناتون رو حتما تحلیل کنید. تحلیل نمی‌کنی اصلا برای چی میری آزمون میدی؟ الان مثلا برای منی که اینجا نشستم مهم آزمون فلان ترازم شده، به خدا اگه یادم بیاد آزمون ترازم چی میشد، درسانم چی میشد، به خدا که یادم نمیاد. فقط اون نتیجه کنکور است که برای شما مهمه. برای شما مهمه که از صبح تا صبح که رفتی آزمون دادی، خب نتیجهش چیه؟ خب شما چی یاد گرفتی از این همه ساعتی که رفتی تست زدی سر جلسه؟ قرار سخت بگذره، قرار خیلی اذیت بشی. اما مسئله که هست اینه که خب مثلا من خودم تقریبا هر روز گریه میکردم، کلا دیگه اعصاب کنکور نداشتم. یعنی فروپاشی روانی بود که هر دفعه توی من اتفاق میافتاد. هی حس میکردم از همه عقبم، حس میکردم از اون چیزی که باید، از اون چیزی که کاری که از دستم برمیومد دارم کمتر انجام میدم. حس میکردم همه زرنگن، من نیستم. ولی باید بخونید. شما هر دقیقه که میخونید خیلی روتون تاثیر داره، خودتون رتبتون رو تکون میده. خب یه چیزی که حتما میخوام یه پرانتز بزرگی این وسط باز کنم، اونم اینه که بچه‌ها من مشاور نیستم. من فقط یه آدمی ام که تونسته قبول شه. خب شما هم قطعا از من بهتر قبول میشید. یه مسئله که میخوام بهش اشاره کنم اینه که بچه‌ها من مشاور نیستم. حرف منو مبدأ کارتون قرار نگید چون حدیثه گفته بعد مثلا برید نتیجه نگید بگید چون تو گفتی تقصیر توئه. میدونید من استرس این ماجرا رو دارم، به خاطر همین زیاد راجع به کنکور توی چنلم صحبت نمی‌کنم. ولی خب الان صحبتایی که توی این ویدیو کردم چیزایی بود که باید بدونی، باید اجرا کنی، اجرا نکنی ضرر کردی. اوکی. و یه مسئله دیگه هستش که خب کلا مشاورا اینطوریان که تو قبول میشی میاد بهت میگن که اوکی میخوای زیر مجموعه من بشی، مشاور من بشی، که من با این مسئله به شدت مخالفم. کسی که بازیکن خوبیه قطعا مشاور خوبی نمیشه، مربی خوبی نمیشه. من خیلی به نظرم این ظلم در حق دانش آموز که تو بیای یه نفری که صرفا فقط قبول شده رو بکنی مشاورش. مشاور بودن درس خوندن میخواد. نکته آخر این که بچه‌ها روتین داشته باشید. هر روز شب قبل از خواب روتینتون این باشه که یه سری کتابچه‌های کوچیک هستن مثلا برای زیست، نکات عکساست. نمیگم برید بخرید، پی دی افش هست توی تلگرام. اونو دانلود می‌کنید، اونو ورق بزنید. نکات تستا تو ذهنتون مرور میشه. عکس‌ها رو بیشتر ببینید. بچه‌ها عکسای زیست سوال خیزترینن. یعنی هر چی تو بیشتر چشت به اون عکسا بخوره، هر چی تو بیشتر نکته راجع به عکسا ببینی برات مفیدتره. چون زیست درسیه که تو اگه بالا بزنی توی کنکور خیلی روی ترازت تاثیر داره. یعنی تو بیشتر تمرکز روی زیست باشه، بیشتر تایم مطالعه توی روز روی زیست باشه. و اینکه بچه‌ها من نمیخوام ویدیو بیشتر از 40 دقیقه بشه. امیدوارم که به هر چیزی که آرزوشو دارید برسید. واقعا با لب خندون از این کنکور بیایید بیرون و به دانشگاه مورد علاقتون برید. سر بلند باشید جلوی خانواده‌تون. و مرسی از نگاهتون. من نمیخواستم این ویدیو زیاد بلند بشه، مثلا به 40 دقیقه اینا برسه. پس همینجا ویدیو رو تموم میکنم. نمیدونم راجع به کنکور بازم ویدیو میذارم یا نه، بستگی به کامنتاتون داره که مثلا آیا راجع به مسائلی سوال میپرسید که من مجبور بشم ویدیو بگیرم یا نه. این پارت دوم کنکور بود. مرسی از نگاهتون. فعلا